امروز قراره بهترین چالش ممکنه انجام بدیم. محمود یه سری چالش برای من و علیرضا آماده کرده که ما باید اونا رو کامل انجام بدیم. و من حسین از هیچ کدومش خبر نداریم. Let's go. خب محمود چی برام آماده کردی؟ چالش آره. همین؟ کمه که بر 3 تایم. من قراره شما 2 تا چالش رو انجام بدیم. یعنی تو آویزوانه. باشه محمود. حالا باید چیکار کنیم اینا رو؟ اینا رو انجام بدیم. خب اینا رو من تو دستم تکون میدم. یکیش رو شما انتخاب میکنید. بچه‌ر شهر هرت ببینید چالشت چیه؟ در این ویدیو من یک میزبان زیبا رو هستم. خب کی شروع کنه اینا رو؟ دادا بیا من رامین بذار وسط و شما ولی برو. برادر متاسفم. نه برو. نه عزیزم. تعارف نکن. آقا پس ان کارت قیچی بریم. آره برو. سر چند تا؟ یکی؟ 2 تا. 2 تا. 2 تا؟ 2 تا. 2 تا. 2 تا. بابا رفتم بقالی کلباس نداشت اینجا مثل کاروان سرا قاله قرار بود هدفون 20 برو فاک یو. خب یه همیش بزنیم، یه همیش بزنم من. آره بزن. بیا تو همیش بزن. به نام ایزد یزدان. ایزد دانا. ایزد دان. ایزد یزدان. بیبی بیبی پوچه پوچ موچ. آقا ما اینو که استفاده میکنیم ما میذاریم روی این گوش فعلا. برو آقا. من که خر شانسی دار رو بردم. آره بذار من همیش بزنم. به به چطوری جون دل؟ یه فرصت دیگه ها؟ یه روز دیگه تو نعمت از این خوشگل زد. Let's go. یک شو بردار. جریان این چالش آدرس پرسیدن چیه؟ خب جریان آدرس پرسیدن از این قراره که ما میریم مثلا توی خیابونی یا آدرس بی ربط که اصلا هیچ ربطی به اون خیابون نداره قراره از یکی بپرسی و ببینیم ریاکشن اون طرف چیه. خب الان کی بپرسم؟ از هر کسی که من انتخاب کنم. خب یار گنده بود یا دیگه چالشه دیگه قبول کردی و تشه. سخته ولی خب میریم. Let's go. آه خسته نباش. میخوام برم خیابون احمد آباده. کدوم ور برم؟ با چی میخوای بدی؟ پیاده. پیاده که خیلی راه. طور نمیدونم. دهنه رو برو تو اون دهنه آخریه میدونو برو بیرون میره برای خیابون حافظ مستقیم برو میره برای خیابون احمد. مستقیم که برم میره. پس به ازنی بردارم. دست شما در نکن. آقا بالاخره حسین ویدیوشو گرفت. پشمام ریخت. ریاکشن مرد خیلی باحال بود. اومد پشمام یعنی پشمام به تمام معنا. اصلا یه وضعود. یارو گفت که آره باید از این طرف برین اینا. آها پس باید از این طرف برین. آرام وای پسر خندی. پسر آره پسر من ندیدمش ولی صدا خندش قشنگ اومد. قهقه هست. خب شاید دوست داشتی؟ ببین چالش بعدی. آقا اینا چالش خیلی حال داد. حالا بریم سراغ نه ببینیم که چالش بعدی 100% منم دیگه. بریم سراغ چالش بعدی. یه هم بزن ببینیم نوبتی چی میشه. یه همه مشتی بشین بریم تو کشتی. تو چقدر نمکی عزیزم. یا علی واش رو نشونش بده. فوکوسون این دیگه چه سمیه محمد اینا توضیح بده. خب رفاقت فکر کنم خواهم رو توضیح بدم که جره نشست چه قراره. تو به شخصی که تقریبا هم سن سال خودمون باشه میری پیشش و یه جوری باید اسم اون طرفا گیر بیاری. خب چطوری باید اسمش گیر بیاری؟ نمیدونم. آقا میریم تلگرام یه جوری باید قبل شخص مورد نظر اونا سلکت کنیم انتخاب کنیم که بعد بریم شمارهشو به نحوی بگیریم تلگرامشو چک کنیم اسمشو در بیاریم. طرف هم پشماش میریزه چون میگه یو مثلا سلام چطوری محمد یا اسم ندست کجا. خیلی خفن شد. اوکی بریم سراغ ویدیو.
آقا فکر کنم علی گنزت. منم فکر کنم چون خیلی زود اومد. آفرین حال کرد سینک اومدش. خراب کردم. نه بابا چیکار کردی؟ رفتم اونجاش گفتم که ما اسمشو در آوردیم دیگه، سام بود تو تلگرام. آقا رفتم سلام سام حالت چطوره و اینا، گفت که من سام نیستم. بعد رفیقش بغل دستش گفت سامان اینا ولش کن اینا اشتباه گرفتی. سام پشمام ریخت. خب بریم برای چالش بعدی. لیتس گو. برو بریم. خب بعدش فکر کنم شانس دیگه پوچ در بیه. وای گل یا پوچ. آقا چالش چیه؟ گل یا پوچه. یه چالش که امروز خیلی ترند شده و اینا. حالا باید حسین چیکار کنه؟ مثلا روی صندلی نشسته، مردم هم دارن عبور میکنه، بعد اون داره بازی میکنه، وقتی داره بازیش هم میکنه یوهی وایمسه جلو مردم، خیلی بعد ریاکشن مردم بعد میگه آقا کدوم گله اینجوری مثلا. مطمئنی میتونی بری؟ آره اینا میرم آقا وقتی خیلی رفتن یک رو حد میرم. آقا بریم سری چالش. لیتس گو. گله نشون بده اصلا. بیا برو. نه آقا درسته. یا علی بریم سراغ چهارمین چالش. محمد ببینیم چی در میاد. حسین که چالش قبلی ها سرفراز ازش اومد بیرون. آقا بریم اینجا. اینا بگی یه لحظه به نام خداوندی که سر راحت بدی افته. وای یه حالیه. چیه این؟ وای محمد این چه سمیه؟ سوال از سوپری. حالا سوال از سوپری چیه؟ ما میریم دمه سوپری، علیرضا میره تو. وقتی رفت تو میگه من مثلا با داداشم میخوام یه سوپری بزنم، باید چی کار کنم؟ این سوال رو ازش باید بپرسه. مثلا باید ازش کمک بگیره که مثلا میخواد یه سوپری بزنه و ما ریاکشنش رو بگیریم. من اینا نمیرم. خیلی سخت. خیلی یعنی ولی این چند تایی که تا حالا رکورد کردیم من خیلی اینا سخت میگیرم. جناب سلام. بخشین من و برادرم قصدش میره مواد غذایی سوپری اینا بزنیم. میخواستم ببینم که هزینه یه یخچال همچین چیزی که شما دارین چقدر میشه حدودا؟ خودم خریدم یخچال گیت کنم شما هم خریدم 30 تومن. یه سمت دیگه حالا عمده فروش. بعد گفتیم عمده فروشی چیز کردیم. بعد اینا نوشا شما گرفتین یا دست دوشا؟ قفس آرا شما از کجا تهیه کردین؟ قفس آرا استاد فروش. شما رای چیز دارین که آدرس بدیدم. آدرس؟ هارونی استاد فروش هارونی. کجا میشه حدودا؟ هارونی. آها هارونی بله. پس گفتین تو هارونیه درسته؟ مغازش هم بلدین شما که از کسی خاصی گرفته باشی مثلا آشنایی؟ و اینا بعد این که مثلا خریداری بشه بعد اگه بعد بخواد فروش بره که خریدارم هست برای خریده؟ آها خیلی ممنون. هدف داشت من نگاش قشنگ یه سیرک و تک میخواست من بزنه. یعنی یه بار دیگه این پرسیدم من قشنگ یارو خب چالش علی هم تمام شد. حالا بریم سراغ چالش حسین. ببینیم که شانسش چیه، یا پوچه یا که چالشه. چالشه
نشون بده. رو سری. حالا رو سرت چیه؟ میریم تو خیابون یک مردم انتخاب میکنن. اون مردی که من انتخاب کردم میگم آقا ببخشید رو سر از کجا خریدیمش؟ بر ریاکشنش دیگه. خره یار دیگه منو میزنه. میزنه یار من راحت. یارو سهم بغله تو. خیلی سخت. اینا محل روشا ندارم برام. آقا فقط یه پوچه دیگه مونده و این آخرین چالش که نوبت تو بوده. یه پوچه بی خودی گو شانس نداره که نداره علی باید میرم. پاشیم بریم چالشو بگیریم. ببخشید رو سریع کجا خریدی؟ رو سریع کجا خریدی؟ رو سریع هزین که بخوام برم برای بخرم بخوام قشنگ برای خودم میخوام قشنگ هست دستت میدارم تو برم تو بیدیم دیگه قبلی من هست دست میدارم خیلی قشنگ سلام یارو من خیلی مظلوم دلم و بچه ما چند تا ویدیو گرفتیم تا یکیشون رضایت دادن چیز بشه. حالا ایشون هم چهرهشون معلوم نبود که رضایت در از نگرفتیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی برده باشیم. بچه ما صدمون رو برای این ویدیو گذاشتیم. اگر دوست داشتین این ویدیو رو لطفا این ویدیو رو لایک کنید تا ما سابسکرایب فراموش نشه که ما بیشتر از این ویدیو براتون درست کنیم و کیف کنید. همین. حتی یه ویدیو دیگه